با سلام و درود خدمت شما عزیزان. توی این ویدیو ما صفات در предложení پاداژ را با هم یاد میگیریم. صفات هم مانند اسامی، مانند ضمایر فاعلی در پاداژهای مختلف صرف میشن. یعنی پایانه صفات تبدیل به پایانهای دیگری میشن. دو حرف آخر یک صفت در پاداژهای مختلف تغییر پیدا میکنه، تبدیل میشه به حروف دیگه. صفت در زبان روسی از اسم تبعیت میکنه. یعنی اگر یک اسمی مذکر باشه صفتش میشه مذکر، اگر یک اسم مؤنث باشه صفتش میشه مؤنث، اگر یک اسمی خنثی باشه صفتش میشه خنثی. در پاداژهای مختلف هم همینه بچه‌ها. اگر یک اسم بره توی предложení پاداژ صفتش هم باید به تبعیت از اون اسم بره توی предложení پاداژ. اگر یک اسم بره توی винительный پاداژ صفتش هم باید بره توی وینیتلی پاداژ. توی این جلسه بچه‌ها ما می‌خوایم که صفات در предложení پاداژ رو با هم یاد بگیریم. خب ما سه نوع صفت داریم بچه‌ها: صفت مذکر، صفت مؤنث، صفت خنثی. صفات مذکر و خنثی در предложení پاداژ مثل هم صرف میشن. صفات مذکر و خنثی در предложení پاداژ یا پایانه میگیرن یا پایانه یم. صفات مذکر و خنثی در دو حالت پایانه یم میگیرن. اگر یک صفتی در حالت ایمنیتلی پاداژ، یعنی در حالت اسمی، در حالت نهادی، حالت عادی بچه‌ها، به شیپیاشی ختم بشه. شیپیاشی در زبان روسی 4 حرفه: شا، شا، ژ، چ. چرا به این 4 حرف میگن شیپیاشی؟ چون این 4 حرف همشون میتونن صدای ش بدن، پس به اینا میگن شیپیاشی. پس اگر یک صفتی در حالت ایمنیتلی پاداژ یا در حالت اسمی به یک از این 4 حرف ختم بشه و اودریه و یا ضربه قبل از این 4 حرف باشه، اگر در حالت предложení پاداژ قرار بگیره پایانه یم میگیره. بریم تو مثال بهتر یاد بگیریم. مثلا صفت ملاتشی. ملاتشی یعنی کوچیکتر، کوچیک. Анна все время думает о младшем брате. آنا همیشه به برادر کوچکترش فکر میکنه. اینجا بچه صفت ملاتشی چون به شیپیاشی ختم شده، یعنی به شا ختم شده، ملاد و ضربه قبل از شا هست، پس باید پایانه یم بگیره. یا مثلا صفت خروشی به معنی خوب. خروشی هم به شیپیاشی ختم شده و ضربه قبل از شیپیاشی هست، یعنی قبل از شا هست. خروشی، خروشی. Моя сестра живет в хорошем общежитии. Моя сестра живет в хорошем общежитии. خواهر من در یک خوابگاه خوب زندگی میکنه. اینجا هم پس پایانه یم گرفته. خروشی 2 تا یه داره بچه ها. صفت خنثی هست به خاطر اینکه ابشیژیتی هم خنثی هست. پایانه یم در یک حالت دیگه هم به کار میره. یک سری صفات هستن در زبان روسی که به پسوند نی ختم میشن. این پسوند رو بهش میگن پسوند نرم. اگر یک صفتی بچه در حالت اسمی یا نهادی به این پسوند ختم بشه و در предложení پاداژ قرار بگیره باز هم پایانه یم میگیره. مثلا верхний. верхний یعنی بالایی، بالا. Мой брат живет на верхнем этаже. Мой брат живет на верхнем этаже. برادر من در طبقه بالایی زندگی میکنه. برادر من طبقه بالا زندگی میکنه. اینجا верхний چون به پسوند نی، یعنی به پسوند نرم نی ختم شده، در предложení پاداژ باید پایانه یم بگیره. یا مثلا صفت ساسیدنی. ساسیدنی این هم به پسوند نرم نی ختم شده در حالت ایمنیتلی پاداژ به معنی کناری، بغلی، همسایه. Максим купил словарь в соседнем магазине. Максим купил словарь в соседнем магазине. ماکسیم فرهنگ لغت رو از
مغازه کناری خرید، از مغازه بغلی خرید. در بقیه موارد پایانه ام به کار میره. یا смотрю новые слова в русском словаре. Я смотрю новые слова в русском словаре. من کلمات جدید را در فرهنگ لغت روسی نگاه میکنم. روسکی نه به شیپیاشی ختم شده که قبلش ضربه باشه و نه به پسوند نی ختم شده، بنابراین باید پایانه ام بگیره. Я учусь в Московском государственном университете. Я учусь в Московском государственном университете. من در دانشگاه دولتی مسکو تحصیل میکنم. ماسکوفسکی به شیپیاشی ختم نشده بچه ها، بنی ختم نشده، پس بنابراین باید پایانه ام بگیره. گاسودارست و نی هم به همین ترتیب. به نی به پسوند نرم نی ختم نشده، به پسوند سخت نی ختم شده، به همین خاطر اینجا ام گرفته. پس بچه ها صفات مذکر و خنثی در پریلوژن پادش مثل هم صرف میشن، اما صفات مؤنث یا پایانه اوی میگیرن یا پایانه یی. اون قاعده دستوری که راجع به پایانه یم در حالت مذکر و خنثی گفتن دقیقاً برای مؤنث هم صادقه. یعنی هر جا پایانه یم به کار بره، اگر اسم مؤنث باشه و قرار باشه صفتی داشته باشه، باید پایانه یی به کار بره. پس پایانه یی هم در دو حالت به کار میره. اگر صفت مؤنثی به شیپیاشی ختم بشه و قبل از شیپیاشی ضربه باشه، در حالت پریلوژن پادش پایانه یی به کار میره. خروشایا به معنی خوب. یا میچتایو ا خروشی رابوته. من آرزوی یک کار خوب رو دارم، رویای یک کار خوب رو دارم، خیلی دوست دارم یک کار خوب داشته باشم. میچتات به معنی آرزو داشتن. اکم اچون. خروشایا چرا شده خروشی؟ به خاطری که به شیپیاشی به شاه ختم شده و قبل از شاه ضربه هست، ударение هست. مладшая. Антон заботится о младшей сестре. Антон заботится о младшей сестре. آنتون به فکر خواهر کوچکش است. آنتون مراقب خواهر کوچکش است. آنتون مواظب خواهر کوچکش است. ملت شایع بوده بچه ها، چون به شیپیاشی ختم شده و قبل از شیپیاشی ضربه بوده، بنابراین در پریلوژن پادش باید پایانه یی بگیره. پایانه یی یعنی یک حالت دیگه هم به کار میره. وقتی که صفتی حالت مذکرش پسوند نی داشته باشه، خب این صفت در حالت ایمنیتری پادش مؤنث میشه نیایا، یعنی ساسید نی. حالت ایمنیتری پادش مؤنث میشه ساسید نیایا. این نوع صفات هم در پریلوژن پادش پایانه یی میگیرن. ساسید نیایا. Соседняя. Мои родители живут на соседней улице. Мои родители живут на соседней улице. پدر مادر من در خیابان کناری زندگی میکنن. یا مثلا верхняя به معنی بالایی. Русские книги стоят на верхней полке. روسکی کниги стоят на верхней полке. کتاب‌های روسی در قفسه بالایی هستند. верхняя چون حالت مذکرش верхний بوده، یعنی به پسوند نرم نی ختم شده، به همین خاطر باید در پریلوژن پادش پایانه یی بگیره. در بقیه موارد پایانه اوی به کار میره. یعنی اگر صفت مؤنثی به شکلش ختم نشه، قبلش ضربه نباشه، اگر صفت مؤنثی شکل مذکرش پسوند نی نداشته باشه، اگر در پریلوژن پادش قرار بگیره پایانه اوی به کار میره بچه ها، پایانه اوی میگیره. یا گاوریو ام نووای کниге. من دارم راجع به کتاب جدید صحبت میکنم. یا گاوریو ام نووای کниге. اینجا نووایا به شکلش ختم نشده، به پسوند نی هم ختم نشده، بنابراین در پریلوژن پادش باید پایانه اوی بگیره. یا مثلا Я живу в большой светлой комнате. اینجا دو تا صفت بچه ها به کار بردن. Я живу в большой светлой комнате. من در یک اتاق بزرگ روشن زندگی میکنم. بالشوی بچه ها حالت ایمیتری پادشش همین بالشوی هست.
به شیپیاشی ختم شده، اما ضربه بعد از شیپیاشی هست، یعنی بعد از شاه هست. بالشوی، این مثل خروشی نیست که ضربه قبل از شاه باشه، این بالشوی هست. سویتلی هم به شیپیاشی ختم نشده، بنی هم ختم نشده، بنابراین باید پایانه اوی بگیره در پریدلوژنی پادش. هر مبحث دستوری در زبان روسی سوال مربوط به خودش رو داره. سوال صفات مذکر و خنثی بچه ها در پریدلوژنی پادش اکاکوم، فکاکوم، نکاکوم، پریکاکوم، اینا سوالاتش هستن. یعنی کاکوم هست، حالا میتونید قبل از کاکوم شما بگید فکاکوم، میتونید بگید نه کاکوم، میتونید بگید که کاکوم، میتونید بگید پریکاکوم. بستگی به فعلی که شما توی جمله میارید داره. مثلا اکاکوم براته آنا دوماید، اکاکوم براته آنا دوماید. آنا راجع به کدوم برادرش فکر میکنه؟ آنا به کدوم برادرش فکر میکنه؟ آنا دوماید املاتشم براته، آنا به برادر کوچکترش فکر میکنه. یا مثلا в каком общежитии живет ваша сестра؟ в каком общежитии живет ваша сестра؟ توی کدوم خوابگاه خواهر شما زندگی میکنه؟ خواهر شما توی کدوم خوابگاه، در кодум خوابگاه زندگی میکنه؟ моя сестра живет в хорошем общежитии. моя сестра живет в большом общежитии. در این خوابگاه خوب زندگی میکنه، در این خوابگاه بزرگ زندگی میکنه. اینجا اصلا صفت مهم نیست دیگه، پایانه اون بگیره یا یم بگیره، در هر صورت سوالش میشه کاکوم. حالا میتونه قبلش گفتیم و بیاد، او بیاد، نا بیاد و یا. سوال صفات مؤنث در پریدلوژنی پادش فکاکوی، نکاکوی، اکاکوی، پریکاکوی. این حروف اضافه بستگی به فعلی داره که شما توی جمله میارید. مثلا اکاکوی رابطه میچتایت وی، شما رویای کدوم کار داری؟ شما آرزو داری چه کاری داشته باشی؟ یا میچتایو اخروشی رابطه، من آرزوی کار خوب دارم، من دوست دارم یه کار خوب داشته باشم. на какой улице живут ваши родители؟ на какой улице живут ваши родители؟ پدر مادر شما کدوم خیابون زندگی میکنن؟ мои родители живут на соседней улице، پدر مادر من در خیابان کناری زندگی میکنن. о какой книге вы говорите؟ о какой книге вы говорите؟ راجع به کدوم کتاب دارید صحبت میکنید؟ я говорю о новой книге، من دارم راجع به کتاب جدید حرف میزنم. یا говорю о старой книге، من دارم راجع به کتاب قدیمی صحبت میکنم. برای حل تمرینات مربوط به تغییر صفات در پریدلوژنی پادش مراجعه کنید به کتاب روسکی یزیک دلیا نچینایو شیخ در صفحه 31 و 32. بچه کتاب روسکی یزیک دلیا نچینایو شیخ در کانال تلگرامی ما به نام راشن ویت یزدانمر اونجا هست و شما میتونید به راحتی دانلود کنید و استفاده کنید. حتما منتظر ویدیوی بعدی باشید. متشکرم.